درود و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان و فالوورهای عزیز که نمیشه بگی فالوور، رفقای عزیزتر از جان. ما قبلتر قول داده بودیم که تو هر لوکیشنی بشه عمو ساسان رو گیر بیاریم و ازشون سوال بپرسیم و کسب تجربه کنیم و الان هم این اتفاق افتاده و مجددا میخوایم زحمت بدیم به عمو ساسان، وقت گرانبهاش رو بگیریم تا انشالله جوانایی که توی این راه قدم برداشتن بتونن یک برداشت خوب داشته باشن واسه این که سردرگم نباشن. البته خود من یکیش. عمو ساسان درود بر شما عمو ساسان عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما آقا داوود و همه دوستا و همه زحمتکشای این عشق پاک و خوشحالم که خدمت شما هستم. حالا عزیز دل مایی عمو ساسان، من خیلی سریع میخوام برم سر اصل مطلب چون که خسته هم هستی. این روزا هم میدونم که کبوتراتو داری ساز میکنی و الان پشت گوشی به من یه حرفی زدی با جای بسیار تعجب داشت واسم. البته خودم کنارتون بودم دیدم چه زحمتی میکشین. گفتین که 16 ساعت حداقل در روز باید زحمت این کارو بکشی. اگر دوست دارید درباره این موضوع یه صحبتی داشته باشید من سوالمو از شما بپرسم. خدمت شما عرض کنم آقا داوود، ما از ساعت 5 صبح که بیدار میشیم کفترمون آبگیری میکنیم. بعد آبگیری 1 ساعت بعد کفتر رو پرواز